بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سخنان زیبا و ارزشمند همکار گرامی من جناب مولانا سلامی استاد حدیث در دارالعلوم زاهدان و نماینده محترم خبرگان استفاده کردید. در وقت باقی مانده مسائل خدمت شما عرض می شود. به امید این که الله تعالی این مراسم را به بارگاه خودش مقبول بدارد و برای همه ما الله تعالی خیر و برکتش را نازل بفرماید. امروز یکی از روزهای تاریخی در دین اسلام هست و در جهان اسلام. عید در همه ملت ها و در تمام فرهنگ ها و تمدن ها عید وجود داره. عید یک چیزی از فطری هست. در فطرت بشر الله تعالی عید را گذاشته که همه ملت ها روزی را دارند که در آن روز لباس نو می پوشند، خوشحالی را اظهار می کنند، غمها را از خود دور می کنند و به جشن و به شادی و به سرور می پردازند. در تمام فرهنگ عید وجود داره همین الان. و وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مدینه طیبه تشریف آوردند، دیدند که مردم روز لباس نو پوشیدند و اظهار خوشحالی می کنند. مردم امروز متغیرند. آن حضرت از عید اونها اطلاعات معلوم میشه که نداشتن. پرسیده که چه خبره؟ گفتن که این
در مدینه منوره مردم مدینه دو تا عید دارند و دو روز تاریخی دارند که در آن اظهار سرور هست، اظهار خوشحالی و جشن و شادی هست. آن حضرت فرموده که عیدهای شما را الله تبدیل داده به دو تا عید فطر و سعید. در دین اسلام، در فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی دو تا عید را حضرت قرار دادن. عید سعید فطر بعد از اینکه ماه مبارک رمضان را مردم روزه میگیرند و بهترین ماه و عبادت میکنند، اولی تاریخ شوال را الله تعالی برای اونها عید قرار داده است و این روز شادی، این روز سرود و این روز خوشحالی، پوشیدن لباس نو هست و اظهار نعمت پروردگار. و روز دوم روز قربان هست، عید قربان و اون تاریخش آنه که در این روز حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل را برای الله قربانی کردند و در قرآن عظیم و شان واقعا با تفصیل ذکری که ابراهیم علیه السلام خواب دیدن که حضرت اسماعیل ذبح میکنند. ابراهیم صحیح ترین قول اینه که این زمانه تک فرزند بود، حضرت اسماعیل دور و بر همین 13 سال بود و ابراهیم هنوز حضرت اسحاق نداشت و لہذا الله دستور داد که تو همین فرزند واحدت را و تکت را قربانی کن برای من. در خواب دید، خواب انبیاء وحی هست و به حضرت اسماعیل در جریان گذاشت و اسماعیل علیه السلام استقبال کرد و گفت که انشاءالله تو من از صابران میابی، من صبر خواهم کرد و تو دستور پروردگار را اجرا کن. و این واقعی عجیبی که وقتی به میدان منا و قربانگاه آوردند حضرت اسماعیل را، شیطان 3 بار حمله کرد و راه حضرت ابراهیم را مسدود کرد که این چه کار در صورت میگیره و ابراهیم او را سنگ زد، هر جای 7 تا سنگ زد و شیطان را سر راه خود دور کرد و اسماعیل را آورد جلوتر و به میدان منا و آنجا حضرت اسماعیل را خواباند که قربانی بکنه و الله تعالی حضرت اسماعیل از زیر کارد نجات داد و ابراهیم کارد را به حلق اسماعیل انداخت، اما کارد به اذن الله نبرد حلق حضرت حلقوم حضرت اسماعیل علیه السلام را و الله به جای اسماعیل قوچ را، گوسفند را زیر دست و پاهای ابراهیم قرار داد و گفت که سر اینا ببر و لہذا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند که قربانی این سنت ابراهیم خلیل الله است. لہذا این روز تاریخی که روز قربانی حضرت اسماعیل بود و محل قربانی حضرت اسماعیل را الله روز حج قرار داد و روز قربانی قرار داد و تا قیامت سلسله حج جریان داره و در منا و عرفات و مزدلفه و خانه کعبه این مراسم حج انجام میگیره و این همون حجی که حج ابراهیمیه که حضرت ابراهیم سنت را انداختن. قربانی در همه دنیا انجام میگیره و این قربانی هم سنت
سیدنا ابراهیم علیه السلام و سنت رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه و سلم است. آن حضرت در طول تاریخش در مدینه منوره هر سال قربانی می کشتن و روایت صحیح است که آن حضرت 2 کوچ را خواباندند و هر 2 را ذبح کردن. بسم الله الله اکبر، اللهم لک منک و لک، خدایا این گوسفند از جانب توی و برای تو قربانی میشه. و بسم الله الله اکبر، اللهم هذا عن محمد و امته، این گوسفند از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، از حضرت محمد قربانی میشن و از امتش. آن حضرت امت شریک کردن و این قربانی را کشتن. و آخری حجی که آن حضرت به منی آمدن 100 تا شتر قربانی کردن، 100 شتر قربانی کردن آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و در مدینه منوره معمولا گوسفند قربانی می کردن و لحاظه قربانی سنت رحمت للعالمین و دستور آن حضرت صلی الله علیه وسلم که شما قربانی بکشید. سنت ابراهیم خلیل و این روز را الله روز جشن ما و شادی ما قرار داده. روز قربانی، روز نماز، روز تضرع و زاریه و زور، روز که نعمت خدا را من و شما در لباسمون، در خوراکمون، در زندگیمون اظهار کنیم و این روز خوشحالی است. و الله رب العزت در دین اسلام این عید را و این خوشحالی را به نحوی گذاشته است عزیزان که با تکبیر الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، با تکبیر، با نماز، با خطبه و موعظه و دعا و زاریه، با سجده، با گریه به بارگاه الله تعالی و با قربانی کردن گوسفند که بهترین عمل امروز قربانی نزد الله تعالی. قربانی بسیار ارزش داره. در مقابل هر پشم و هر موی قربانی الله تعالی به شما ثواب عنایت میکنه. گناههای شما معاف میشن قبل از اینکه خونش به زمین بریزه و قبول میشه این قربانی قبل از اینکه خونش به زمین بیفته. الله مقبول میگرداند. منتها آنچه که به الله میرسه خون قربانی و گوشت قربانی نیست، بلکه آنچه که به الله میرسه تقوای شماه، اخلاص شما، پرهیزگاری شما، خدا خواهی شما، خدا جویی مردم، خدا طلبی مردم به الله تعالی میرسد. این که وقت قربانی و نماز دلتون را متوجه الله میگردانید و به سوی خدا توجه میکنید، این به الله میرسه، بلا فاصله به الله میرسه. و این روز تاریخی امروز بخش بزرگی هم امروز از جان اسلام امروز عید میکنند و بخش بعد بزرگ دیروز عید کردن و برای هر کسی رویتش اعتبار داره. بر ملک بالاخره رویت داره و همه بر حسب دستور حدیث نگاه میکنن برای ما و وقتی که دیدن تکلیف شده مینه که عید بکنم. امروز ما در یک شرایط زندگی میکنیم که واقعا این شرایط یک شرایط ویژه هست، یک شرایط خاصه و یک شرایط حساسه توی دنیا. امروز دین گریزی توی دنیا هم زیاد شده است. دین گریزی در نسل جوان مخصوصا
فرار از دین بسیار زیاده و دلیل مهمش آنه که هم شیاطین جنی و هم شیاطین انسی، شیاطین جنی همیشه بودن ولی شیاطین انسی با ابزار جدید و آلات جدید و وسائل جدید به عرصه و سانه آمدن. یک روز جوانان مسلمان را فکرشون را مورد هدف گلوله قرار می دادند. سینه جوانان ما را با گلوله پاره می کردند که این سینه پر از ایمان و خدا خواهی است. امروز شیوه عوض شده، برای آنکه او گلوله بدنامی داشت برای دشمنان دین، برای هوا فرستان، برای شیطان فرستان و برای انسانهای بدور از خدا. او شیوه گذشته بدنامی داره، بمب بریزند و آتش بریزند و هدف قرار بدن مسلمانان را. امروز با شیوه جدید آمدن، با این ابزار و آلات جدید، از راه اینترنت و از راه وسایل و ابزار جدید وارد شدن و همه چیز به همین موبایلی که در دست ما است وقت وصل بشه به اینترنت قابل رویت هست و لحاظا همه چیز اونا میتوانن با همین موبایل که همراه تبلیغ بکنن. اگر در برنامه هایشون چیزای خوب و آموزنده هم باشه، اما در کنارش چیزهای مضر رو که به ایمان ضربه میزنه، به دیانت ضربه میزنه، هوا فرستی را و نفس فرستی را تحریک میکنه، خواهشات تحریک میکنه، تحریک کننده در همین موبایل موجود است، در دسترس، از طریق محوره ها، از طریق رسانه ها و امکانات تبلیغ میکنند در جامعه اسلامی به زبان های مختلف مسلمانان تا جوانان ما را شکار بکنند، تا نسل جدید شکار بکنند، نسلی که عمر از اونا گذشته است. برای اونا هم خطرناکه، اما این خطرش برای جوانان بیشتره. جوانان که چیزی را ندیدن والا چیزهایی را میبینن که کشش نفس هم موجوده، لحظه این برای نسل جوان بسیار خطرناکه و در حد وسیع دنبالا یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. قرآن تعبیرش چه اندازه جالبه. 1400 و اندی سال قبل قرآن فرموده الله سنت های گذشتگان، سنت های پیشینیان را برای شما بیان می دارد، سنت های حسنه و سنت های زیبای ملت های گذشته، فرهنگ اونها را که فرهنگ دینی بوده، فرهنگ تقوا بوده، شما راهنمایی می کند. اما شهوت فرستان و اونها می خواهند که شما یک چرخش بزرگ به سوی اونها انجام بدید، به سوی شهوت و به سوی گناه و به سوی معصیت انجام بدید. این او زمان الله فرموده که اینها دنبالن که شما چرخشی به سوی این یعنی دین گریزی داشته باشید، فرار از دین بکنید، فرار از تقوا بکنید، فرار از خدا بکنید و شما برید به سوی شهوات و شما برید به سوی هواهای نفسانی. لحظه او زمان الله فرموده و امروز هم شرایط بسیار مشکلی، همانطور که جناب مولانا فرمودن در رابطه با زنان و هم در رابطه با جوانان واقعا بسیار خطرناک است. ما فکر نمی کردیم که در این منطقه که بالاخره
حیا مطرح بوده در گذشته، پوشش اسلامی مطرح بوده، غیرت بوده توی منطقه، زنان بیایند و تصویرشون را توی رسانه ها بدن. زنها با همین دوختای محلی و بالاخره توی رسانه ها عکسشون را بدن که دست به دست بگرده. ما فکر نمی کردیم که اینطور بالاخره این شرایط اثر بگذاره، در حیا اثر بگذاره، در پوشش اثر بگذاره، در زندگی اثر بگذاره. و به هر حال انسان موجودی است که تحت تاثیر تبلیغ حق باشه یا باطل باشه قرار میگیره. به هر حال حساس امروز شما بینید بخشی از خواهران توی همین شهرمون و شهرهای دیگر آرایش میکنند، آرایش غلیظ میکنند و راه میافتند توی خانه ها، ببخشید توی بازار، خیابان ها، بیمارستان ها، مطب های پزشکان و جاهای دیگر، با آرایش غلیظ، با لباس هایی که جلب توجه میکنه و این خواهران بیرون بیاید، در حالی که دین اسلام من کرده از این که با آرایش کسی بیرون بره. آرایش در خانه، برای شوهر، برای محارم، برای زنها بین خودشون آرایش میکنند و یک دیگر را میبینند. اما زن در محفل بیگانگان، توی خیابانها، در دانشگاه ها، در بیرون وقتی میرن برای تحصیل، ادارات میرن، باید بدون آرایش برن. نه آرایش هایی که در ناحیه لبها و دهان انجام میگیره و نه در قسمت چهره، دست و پا، نباید این آرایش باشه که ظاهر بشه مردم ببینن. و این از لحاظ شرعی کار حرامی است، کار ناجایزه. و بعض موهایشون را جمع میکنن وسط سر و چادر هم به نامی میپیشد که قسمت موها ظاهره، بعد حجابی میکنن و جواهراتشون ظاهر میکنن و مغازه ها مراجعه میکنن. مردم مجبور از بازار چاره ندارن، محل کسب و کار مردم، محل مراجعه مردمه، ولی مردم شاکیان که خواهران اگر نیازی به بازار دارند و جای دیگه میخواهم، باز همون رنگ خودشون بدون آرایش برن. آرایش جلب توجه میکنه و همون زینتی است که قرآن عظیم الشأن را من کرده، ولا یبدین زینتهن. زینت گفته، زینت ظاهر نکنن، علی طلای جواهرات، انگشتری، گردن بند، سنجاق، اینا هم زینتن و این آرایش هم زینت هست. لہذا که به خواهران بگه و این خواهران به حرف چه کسی را بپذیرند و قبول کنند؟ محارم من و شما هستیم، همه ما باید بیدار باشیم، همه ما باید صحبت بکنیم، همه ما باید حکم خدا را برای خواهرانمون ابلاغ کنیم، برای خواهران بگیم، خواهران توجه بدیم که لباس برای شما عزته، لباس برای شما شرفه، دستور خدا برای شما شرفه و عزته. شما دستور خدا را رعایت کنید. خود دستور خدا دستور علیم و حکیمه، خدای حکیمه، خدای دانشمنده، دستور خدا درسته. و شما چرا از دستور خدا عدول میکنید؟ چرا خدا را نافرمانی میکنید؟ نه تنها این زنها گناهگاران، بلکه شوهرایشون گناهگاران، بلکه پدران گناهگاران، برادران گناهگار میشن که به این زنان هم میبینن و نمیگن به اینها. و
وقت بسیار حساسی است و باید مدیریت کنید. شوهر مدیره، پدر مدیره، باید مدیریت کنه بر خانه و مواظب دختران معصوم باشه که کسی اینا را فریب نده، کسی کلاه سرشون نگذاره، به حرفای فریبنده، به وعده های پوچ و دروغین. افراد خائن، افراد شیاد دنبال فسادن. این شیاطین انسیان و اینها دنبالن فریب میدن دختران ها، فریب میدن پسران ها. بعضی زنان مکار و حیله بازان و بعضی مردان مکار و حیله بازان و پای مردم را به فساد میکشن. لہذا آبروی خانواده ها را میبرن، عزت تاریخی ما را لکه‌دار میکنن. الله نجات بده. و لہذا عزیزان، غیرت خیلی مهمه، مدیریت خیلی مهمه، درک شرایط و زمان حاضر چه زمانی است خیلی حیاتی و مهمه. و مواظب باشید و بیدار باشید. من اون حرف بنده خدا را یادم آمد که آمد گوش شما دعا کنی که این زمین دهنش را باز بکنه، من برم داخل این زمین. گفته چه شده؟ معلوم شد که دخترش به یکی از نزدیکانش رفته و دختر به که داماد رفته و چقدر زشته، چقدر ناراحت کننده. و بعضی را سراغ داره که منطقه را ترک کرده، چرا انتقال فی شده رفتم به دیگه ملکه که گفتن 2 مرتبه مرا کسی آشنای نبینه. و این بیدار باشید و بیفشان و بشمار و عاقل نشین که از 100 یکی را نبینی امین. نگه دارد آن خواجه در کیس در که داند همه خلق را کیس بر. حضرت سعدی رحمه الله تعالی چند 100 سال قبلی حرف زده و حضرت مولانا عبدالحمید رحمت الله علیه این بیت به کثرت میخواندند. و مواظب جوانان باشید. جوانان عزیز مایه عزت ما و مادران و خواهران هم مایه شرفن برای جامعه ما. لہذا 2 قشر خیلی برای ما حیاتیه مهم. جوانان عزیز دریابیم، برای جوانان احترام قائل باشیم، حرمت قائل باشیم، به جوانان بها بدیم، با خود همراه بکنیم جوانان و بیدار باشیم که امروز دنیای امروز شیاطین جنی و انسی بیشتر جوانان مورد هدف قرار دادند. بخواهند جوانان ما را به پای اعتیاد بکشند، جوانان ما را معتاد بکنند، چرسی بکنند، جوان مشروب بخوره، جوان تریاک بکشه، جوان بره دنبال چلیم و دود و سیگار و دنبال مسائل دیگری که به صحتش ضربه وارد میکنه و جوان عیبدار میکنه. جوان امروز نگاه میکنه که اروپایی ها چگونه سرشون را درست میکنن، شرقی ها و غربی ها را نگاه میکنه که اونها چگونه دختران و زنان او دختران و زنان بی حجاب شرقی و غربی را نگاه میکنن، در حالی که دین اسلام برای ما شرف است. جوان باید سر و صورتش را با رحمت للعالمین با صحابه کرام نزدیک بکنه. اگر میخواد مو بگذاره، موها را به طریق آن حضرت که مو هم گذاشته، موی سر گذاشته است، به همون طریق بگذاره. و اگر میخواد محاسن بگذاره که برای جوانان بسیار بسیار زیبایی، محاسن جز زیبایی مردانه. همانطور که زنان مو برای زنان موی سر
برای زنان زیباییه، برای مردان محاسن زیباییه. جوانان وقتی محاسن میگذارن زیباییشون 2 برابر میشه. چرا محاسن ما نگذاریم؟ چرا شکلمون و صورتمون را مطابق با رحمت للعالمین فرهنگ حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سنت و سیره آن حضرت و صحابه نگردانیم؟ جوانان دریابید. جوانان به جای اینکه در دیوارهای کهنه و خیابانها جای جمع بشند و خرابات تجمع کنند، چرا به مسجد نیایند؟ در مسجد جمع نشند، قرآن بخوانند، نماز بخوانند که مایه افتخارم برای ما. جوانان به جایی که چاقو همراهشون باشه و سلاح گرم و سرد با خود داشته باشند و درگیر بشن یک دیگر را بکشند، اختلاف فامیلی را بیفته و قتل را بیفته، نامن بشه شهرمون، چرا جوانان قلم به دست نگیرند؟ جوانان دلالت کنید به دانشگاه، راهنمایی کنید به مدارس آموزش و پرورش، راهنمایی کنید به مکاتب و مساجد. جوانان دریابید، دست جوانان به محبت بگیرید، صورتشون ببوسید و به علم و دانش جوانان را سوق بدید. چرا جوانان را تحصیل نکنند؟ ما تحصیل کرده کم داریم، ما متخصص کم داریم، ما انسانای خبره کم داریم، ما عالم ربانی علماء ربانی کم داریم. چرا جوانان عزیزا راهنمایی نکنیم برن دنبال علم و دانش، برن دنبال شغلای صحیح، کارای صحیح نرن؟ چرا دنبال کسب و کار نرن؟ و کار فراوان است، اگر کسی دنبال کار باشه درآمد زیاده نخواد، برای یک چیزی کمی هم حاضر بشه کار بکنه، دستفروشی بکنه، برای کسی دیگه کار بکنه، کشاورزی، دامداری، تجارت، صنعت، خود را جای مشغول بکنه، کار گیر میآید. اگر جوان واقعا تلاش بکنه. چرا جوانان را حرفه یاد نگیرن؟ فنی حرفه یاد میده اینجا، لوله کشی، برق کشی، خیاطت، جوشکاری، انواع مشاغل هست، انواع حرفه هست. چرا جوانان را مهارت آموزی نکنن؟ اونا را یاد نگیرن و شغل انجام ندن، به جایی که توی خیابان ها بگردن، به جایی که شبها را دور هم بشینند و به چرسه و به گناه مشغول باشند، به غفلت مشغول باشند و آینده خودشون را تاریک بکنند. و چرا جوانان برن بالاخره گروه تشکیل بدن، ماماوک و باباوک تشکیل بدن و بالاخره چاخو کشی و درگیری و دوده؟ چرا جوانان عزیز ما که نور چشم ما هستند و امید آینده ما هستند، این جوانان عزیز ما چرا نه حرفه یاد نگیرن، کار نه یاد نگیرن و شغل یاد نگیرن؟ جوانان راهنمایی کنیم، جوانان کمک کنیم، با جوانان بشینین، پدران با فرزندانشون بشینن، با نزدیکانشون بشینن، اونا را نصیحت کنن، راهنمایی کنن، کمک کنن. این ریش سفیدان معتمدین در جوانان قومشون و این کار انجام بدن. پدران فرزندانشون، برادران بزرگتر برادران کوچکتر بشینن و زنانمون بشینیم و با اونها صحبت کنیم، توی خانه صحبت بشه، همه تنها سفره خوردنوش نباشه، سر سفره چرا حرف نزنیم که جوان راهنمایی بشه؟ جوانان به نماز وادار کنیم، به مسجد، به قرآن خوانی. جوان چرا قرآن در دست نگیره، قلم در دست نگیره، حرفه یاد بگیره، وسایل حرفه را در دست نگیره؟ امروزا عرض کنم که تعصبات فامیلی را دارن دامنه میزنن،
این یک آتشی بوده که زیر خاکستره و مردم میخوان خاکستر را برطرف بکنن، آتش شعله‌ور بشه. بسیار دستای مربوزه در کاره که مردم به جاهلیت برگردانن. جاهلیت قبل از اسلام داریم و یک جاهلیت قرن 21 به جاهلیت برگردانن. لحاظا این تعصبات فامیلی از لحاظ شرعی مردوده. شما همه برادر و خواهر اید، همه فامیل ها با هم برادرند. تمام انسان ها را حضرت در صحرای عرفات سخنرانی فرمودند که اینها برابرند بین عرب و عجم و سیاه و سفید و هیچ قومیت فرقی نیست. قوم الله میگه برای آنی که شناخته بشه، نه برای فضیلت، نه برای اینی که این قوم در مقابل قوم دیگه قرار بگیره، بلکه در کنار یک دیگه باید قرار بگیره و بهترین فرهیزگاران. بیدار باشید ریش سفیدان محترم، مردم عزیز، دانشگاهیان عزیز، فرهنگیان و طبقات مختلف، جوانان عزیز، که تعصب فامیلی نگیرید، بلکه همه مردم خلق خدا، همه ما برادریم، همه زنان خواهر ما هستند و لحاظا تفاوتی نیست. دو نفر اگر با مرتکب ظلم می شوند به یک دیگر، باید عدالت تا در همون بین دو نفر. جنگ فامیلی نیست. بعض یک بنده خدای آمد یک روز توی مدرسه نعره زد که فلان قوم بر من ظلم کرده. من گفتم چه ظلمه؟ وام من نمیده. من گفتم شما وام از کی میخواهید؟ و ماشاءالله عزیزان میاین خدمت شما میرسن برای همون وعده که شده است انشاءالله، و همون جمعوری کمک آغاز بشه و انشاءالله هر عزیزی حداقل 100,000 تومان بدید، چون پول ارزش نداره و به هر حال مسجد و همدار است مقداری از قرضای مسجد ادا بشه. 1/3 این چنده امروز مال خود همین مصلای کار داره اینجا انجام میدیم، انشالله انجام میدن، و 2/3 مال مسجده. انشالله دست بالا بگیرید، اونایی که خدا داده بیشتر انشالله آوردن بیشتر بدن، و اگر کسی اینجا نیاورده بود انشالله بعد به دفتر امور خیرین مراجعه بکنه. ماشاءالله این کمک هم جمعوری بشه. به حرفای آخری بنده هم توجه کنید. گفتن شما میگی که فامیل ظلم کرده، فرد، همون فرده که نام همون به شما ظلم کرده، چرا فامیل بدنام میکنید؟ اگر 2 تا جوان با هم درگیر بشن، بالاخره فامیل 2 تا فامیل درگیر نشده، 2 تا فردن، همون 2 تا را بگیرید و عدالت تا بینشون اجرا بکنید از طریق مردم داری و از طریق شریعت. حق یکی را از دیگری بگیرید و مسئله شون حل کنید. توی زاهدان 1-2 اتفاق ناگوار رخ داد که جوانان درگیر شدن، افراد 1-2 نفر کشته شد، ولی اتفاق خوب این بود که هنوز این جنازه ها دفن نشدن که قاتل ها قاتل ها را خود فامیلشون افرادشون گرفتن، تحویل آگهی داده، 2 مقامات قضایی داده. این فدیده خوبی است، چیز مناسبی، و اگر اینا ما عمل بکنیم بسیار زیبا هست و بسیار خوبه. هر کسی فردی را قاتل کنه و مرتکب قاتل بشه، به هر حال همون قاتل باید تحویل مقامات قضایی بشه. و دیگه ما فامیل ها با یک دیگه سلام علیکم رفت آمدین رفتن به تسلیت یک دیگر و کنار هم قرار گرفتن، و قاتل رفته که پاسخ بده که چرا آدمی را کشته است. قاتلان تحویل بدید، سلاح جوانان بگیرید. جوانان عزیز سلاح با خود بر ندارید توی ماشینتون. شما میگید ما این سلاح را برای دفاع برمیگردنیم، تجربه ما اینه نه. گاهی که 2 نفر
درگیر شدن بالاخره با مشت لگت چیزی بلافاصله سلاح را میکشه، سلاح گرم میکشه یا سلاح سرد کارد چیزی و درگیر میشن و طرف یا کشته میشه یا از بین میره. لحظه سلاح همکاری کنید این مسئله را ببنده. ما برای بر شهر بالاخره یک برنامه داریم مقداری که کوشش کنیم این پای جوانان به دانشگاه بکشونیم، به فنی حرفه‌ای بکشونیم، به مکاتب و مدارس برای خواندن قرآن آموزی بکشیم، برای اینا قرآن آموزی درست کنیم. شما یاری کنید و همکاری بکنید که سلاح این از دستشون گرفته بشه. این سلاح خودشون به کشتن میده، خودشون به نابودی میده و لحظه سلاح نباید جوان برداره. و لذت بردم از یک ریش سفید که برخورد کرده بود با نزدیک و برادر زادهش یا فرزندش و ماشین او را توقیف کرده بود که چرا توی ماشین شما چوب موجوده و گفته بود که ما بالاخره آدمان پدرداریم و نباید چوب و چماق با همراه باشه، نباید چاخو همراه باشه. چاخو مال چاخو کشانه، مال اراذل و اوباشه، نه انسان شریفه. و لحاظا چاخو کشی زشته و چاخو باید گرفته بشه، کارد گرفته بشه و سلاح از جوانان گرفته بشه. الله من و شما را توفیق عنایت کنه. درودی ختم بفرمایید. فضای مجازی امروز بیداد میکنه و جناب مولانا مطلب را مولانا سلامی فرمودن که به هر حال مردم گرفتارند با همین فضای مجازی. بعضی از زنان شکایت دارند که شوهرایمون از سر کار میآیند و خانه که میآیند برای ما فرصت نمی کنند که با ما صحبت بکنند، همون دستشون موبایل و همون را نگاه میکنند و خوابشون که میگیری میخوابند. فضای مجازی، از فضای مجازی خود را خارج کنید، بیایید توی فضای حقیقی و یک وقتی کمی عبوری بکنید و گرفتار خود را نکنید توی فجازی. همهش فضای مجازی چشم فضای مجازی باشه. فضای مجازی و پر از تهمت و افترای و چه مشکلات امروز ایجاد کرده است. عده خائنان و الله کید و مکر خائنین فرموده ان الله لا یهدی کید الخائنین. او انسانایی که توی فضای مجازی دروغ نشر میکنن، او انسانهایی که خیانت میکنن، مردم تهمت میزنن، افترا میبندن، بینی اینها را الله به خاک میزنه و اینها کامیاب نمیشن. کسانی که مردم تهمت میزنن، افترا میبندن و نشر اکاذیب میکنن، از آنها میخوان مسموم بکنند و مشوش بکنند، اینا خائنند. نباید از فضای مجازی جز صداقت، جز واقعیت، جز حق کسی چیزی دیگری را نشر کنه. و آخری عرض بنده در رابطه هنون آخری می آید، این ما قبل آخره در رابطه با مسئله نماز جمعه هاست و عیدین. و من یک چیزی خیلی تعجبم و واقعا من حیرانم که بعضی از عزیزان ما چرا نزدیک نگاه میکنند. توی شهرمان نماز جمعه ها زیاد شده و تقاضا موجوده که دیگه نماز جمعه هم باز بشه، هم تقاضای متعدده، یکی نیست. و بسیاری میگن که اینجا پیرمردان آدمان ناتوانن، نمیتوانن به نماز جمعه دور بیاین و ما اینجا نماز شروع بکنیم. چرا این عزیزان پیش پای خود نگاه میکنن؟ چرا دور نگاه نمیکنن؟ برای آنکه یک پیرمرد به نماز نمیرسه، یک مریض نمیرسه، معذور نمیرسه، میخواهند
که جمعیت مسلمانان را متفرق بکنند. شما میدونید که توی اجتماع مسلمانان برکت، شکوه، جلال، خیر دنیا و آخرت هست. چرا این جمعیت ما به مساجد متفرق بکنیم؟ صدر اسلام وان حضرت صلی الله علیه وسلم، خلفای راشدین، در مکه هم یک نماز جمعه، در مدینه هم یک نماز جمعه، هر شهری که نماز بوده یکی بوده. 2 تا نماز جمعه کسی نمیتونه ثابت بکنه. من بعد بالاخره حالا مردم جا نداشتن، نتوانستن جا بشن، مشکلات های بوده و شرایطی بوده، بالاخره فتوای داده شده است که نماز جمعه جاهای دیگه هم روا هست. بغداد پل بود و مردم نمیتوانست از این پل عبور کنند و گاهی لحاظا گفته که یک نماز جمعه اون طرف شروع کنند. ولی نه با این رویه امروز توی جهان اسلام در زمان اسلاف ما و بزرگان ما صحبت از او زمان است. به این بیرویه نماز جمعه گسترش پیدا نکرده و تو یکی از شهرهای من 50 تا نماز جمعه. نماز جمعه با نماز 5 وقت هیچ فرقی نداره. این نماز جمعه روح نداره، همین نماز جمعه مرده. برای نماز جمعه زنده همینی که جمعیت جمع بشه و در این جمعیت الله راضیه، شکوه موجوده، عظمت موجوده و بعضی عزیزان میخواهند که کنار خانهشون مسجده همونجا راحت نماز بخونم برن. چرا به خود زحمت ندن؟ شما برای دنیا این همه زحمت من و شما میکشیم، برای دینمون چرا زحمت نکشیم؟ خود را به سر آفتاب ندیم، گردی و سردی نزنیم و جمعیتمون با شکوه باشه. و لحظه من درخواست منه از مردم عزیز، مردم بیدار زاهدان که نماز جمعه ها همین موجود را تقلیل بدن. همین نماز جمعه هست، تعطیل کنم بازی را و یک جبیه نماز بخون. از این که کنار خانهشان نماز میخوانند، اینجا که جمع میشید ثواب شما بیشتره. و امیدوارم که به این حرف بنده که دلسوز و خیرخواه شما غرضی ندارم، خدا میداند غرضی نیست و دلسوز شما به این حرف بنده غور کنه، به این حرف بنده توجه کنه. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه، کلمه مولانا است، فرمودند که بعضی از عزیزان ما، همه مردم ما، مسجد میگه بزرگش کنید که اینجا نماز جمعه میخوانیم، بزرگ بکنیم مسجد، اما نه به این مقصد که ما اینجا نماز جمعه بخونیم. تویش یک شهر یک نماز جمعه و نه 20 تا نماز جمعه، 19 تا نماز جمعه و این خوشایند نیست برای ما، خوشحال کننده برای ما نیست. با هم نماز بخونیم، کنار هم باشیم و یک جا باشیم. این عرض کنم که هم برای منفعت دین ما و منفعت دنیوی هم الله گذاشته است. این خیلی مهمه و حیاتی است و عید در این فضا الحمدلله مطالبه چندین ساله بود که الله تعالی این مطالبه شما را پورا در این فضا الحمدلله عیدگاه بزرگی است. گرچه مشکلات داره، پارکینگ نداره که انشالله مسئولین فکرش را بکنن و یک سری مشکلات های دیگه داره انشالله که اینا حل بشن. این فضا بیایم نماز جمعه توی مسجد نیست، نماز عید ببخشید، نماز عید یک سال حضرت یک بار یا 2 بار در مسجد خوانده که باران بود. مصلای حضرت فضای آزاده تقریبا 1000 قدم 1000 گام از مسجد فاصله داره. آن حضرت در مسجد نماز نخوانده، نماز عیدا، مگر حالت عذر خوانده است. و عزیزان ما و نور چشمان ما به جایی که توی مسجد نماز عید برگزار کنند، توی فضا چرا نیاید؟ سنت همینه و دستور همینه و
وحدت خوبه، اتحاد خوبه، انسجام خوبه. و عزیزان بیان اینجا صحبت بکنن، نماز بدن، ما هم پشترشون نماز ادا میکنیم. کلمه حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که فرمودن که اگر عزیزی آمادگی داشته باشه ما در خدمتشون هستیم، با هم باشیم، کنار هم باشیم. الحمدلله اینجا بین علما اتحاده، بین مردم هم اتحاده، ولی مردم میخوان که زحمت نشن، یک 5 دقیقه بیان نماز بخونن برن. اما برای مسائل دنیوی خیلی ما حاضرین که وقت بگذاریم و باید برای دینمون بیشتر وقت بگذاریم. و واقعا ما بسیار جای حسرت و افسوس است که شاهد یک سری مظالم نسبت به مسلمانان که آخریش همین لغو خودمختاری منطقه جموں و کشمیر هند هست که 10 سال این مردم کشمیر که در بخش هند زندگی میکنند مسلمان نشین خودمختاری داشتن و هند این را یک جانبه لغو کرد. خیلی واقعا انتظار نبود از حکومت هند. از حکومت هند ما خاطر خوش داریم که نسبت به مسلمانان خوش رفتاری هست اونجا و آزادی هست در هند. هند و پاکستان 2 کشورن که در آزادی خیلی ضرب المثل، مخصوصا توی هند خیلی آزادی داره مسلمانان. اما کاش که هند این کار نمی کرد. این کار تصمیم عمیقی نیست، یک تصمیم عجولانه و اشتباهه و ما درخواست داریم از هم ملت هند که دولتشون را تحت فشار بگذارن که این لغو خودمختاری لغو را باطل بکنه و از جامعه جهانی و از حقوقهای بشری و سازمان ملل میخواهیم که حق ملت کشمیر است به اونها برگرده. توی چین مظالم بی‌استان وسیع ظلم میکنه و ظلم به افراطگرایی دروغ میگن چینی ها. افراطگرایی اگر هست به همون افراطگراها گیر بده، نه توده مردم گیر بده. و تعجب ما از مسلمانان، بعضی مسلمانان که حمایت کرده چین را بر این تصمیم به کشتن مسلمانان، شکنجه اونها، جدا کردن فرزندان از خانواده و میانمار و از همه انسانهای آزاده دنیا، از همه کسانی که به بشر فکر می کنند و آزادی بشر و حق بشر، آنه که این کشورها را تحت فشار بگذارند که ظلم به مسلمانان نکنند و ظلم به بشر و انسان نکنند. و کشورهای اسلامی متاسفانه این نتیجه فرایند خروجی اختلاف بین مسلمانان و تفرقه جهان اسلام که الان سوی استفاده انجام میگیره. وقتی مسلمانان منسجم باشند هرگز این کار صورت نمیگیری. الله تعالی همه را هدایت کنه و توفیق بدهد که انشاءالله دین خدا را محکم بگیره. توصیه آخری، توصیه بنده خدمت شما نه که تقوا را لازم بگیرید. به خدای واحد و احد سوگند، او خدایی که جان بنده و شما در دست خداست. هیچ شرف بالاتر از فرمانبرداری خدا نیست، از تقوا نیست، از پرهیزگاری نیست، از اتحاد و انسجام نیست، از وحدت کلمه نیست. لہذا شریعت محکم بگیرید، به دین خدا عمل کنید، به دستورات خدا عمل کنید، از گناه پرهیز بکنید. سنت و سیره حبیب را لازم بگیرید، سیره امام المرسلین رحمت للعالمین محکم و مضبوط بگیرید. شرف ماست، سعادت دنیا و آخرت ما در دین. جوانان عزیز، مادران و خواهران، به خدا قسم دین اسلام حفاظ شما در دنیا و آخرت.
شرف شما یه سعادت دنیا و آخرت. اگر از دین فاصله گرفتید و آلوده گناه بشیم، به قبر گیر میکنیم، سکرات گیر میکنیم، آخرت پایمون گیر میکنه و خدای نکرده گرفتاری عذاب خدا در دنیا و آخرت نشیم. بگیرید دامن محمد رسول الله را مضبوط، بگیرید مضبوط و محکم شریعت اسلام را و قرآن عظیم الشان را. الله را بندگی کنید در تاریکی شبها و در خلوت شب و روز الله را بندگی کنید. الله را داشته باشید و الله را هیچ وقتی از دست ندید. محمد رسول الله را داشته باشید، از دست ندید و شریعت اسلام را داشته باشید و الله به شما و ما توفیق عنایت کنه و همه ما را موفق بداره. ما اگر به دین عمل کنیم و منازعات و اختلاف با شریعت حل کنیم، انشالله کل مشکلات ما حل میشه. ولی ماشاءالله انشالله نماز برگزار میکنیم و بعد از نماز خطبه و مختصر دعای چیز دیگه نیست. از شما درخواست داریم که انشالله کسی بلند نشد، چون این خطبه لازمی هست و اگر خطبه را کسی ترک بکنه و بره، مراسمش کل ناقص میشه و از بین میره. لحاظ حتما از جای خود تکان نخورید و فرصت کافی داریم من و شما برای کشتن قربانی ها و انشالله شما تشریف میبرید. و دوستان روز جمعه هم یادآوری شدن که حوزه با توجه به این که بیش از 1000 طلبه شبانه روزی داره و در هر وقت غذا 2000 غذا پخته میشه، لحاظا گوشت الان نمیتونن دوستان تهیه بکنن. گوشت قربانی به حوزه برسانید، پوست به مدارسه محلیتون بدید و اگر پوست آوردید به مصلای جایی که نماز جمعه برای دارالعلوم اونجا پوست را برسونید. بله پوست و گوشت امسال پوست بهتر شده، از شما تحویل میگیرن. ماشاءالله سفر بگیرید. جزاکم الله. ائمه مساجدتون هم یاد کنید، پوست بدید و به اونها رسیدگی بکنید، توجه کنید، حقوق بدید به ائمه مساجد. الله تعالی شما را جزای خیر بشه.